شما رو نمیدونم ولی من همیشه اینجوریم که وقتی بچه‌ها رو میبینم دوست دارم هی برم بهشون نزدیک بشم، باشون ارتباط بگیرم، چون به نظرم اونا پر از انرژی پاکن، معصومن و اون ارتباط گرفتن باهاشون به آدم انرژی خوبی میده. همیشه این کانسپت، این قضیه که بچه‌ها یک کار جرم و جنایت که هیچ، یه کار بدجنسانه انجام بدن واسم عجیب بوده، چون که به نظرم خارج از اون معصومیت است. و پرونده امروز رو وقتی که شنیدم به دلیل همین خیلی واسم عجیب بود، چون که پرونده امروز در مورد یه پسر 13 ساله است، یه بچه 13 ساله که کارهایی رو انجام میده که حتی ممکنه به ذهن یه آدم 30 ساله هم خطور نکنه. سلام قشنگا، من زهرام و خیلی خوش اومدی به چنل شرلی نیوز. نمیدونم شما قراره که این ویدیو رو ببینین، ولی این قراره اولین ویدیو کانال باشه. ممنونم که چنل من رو واسه تماشا انتخاب کردین. همونجور که از اینترو متوجه شدین، پرونده امروز در مورد یه بچه 13 ساله است، یه پسر بچه 13 ساله و خب مجرم پرونده 13 ساله است و سن بسیار پایینیه و زیر سن قانونی هست. و همیشه تو این سری پرونده ها دو تا سوال خیلی زیاد مطرح میشه. یک این که بچه‌ها چجوری باید تو این پرونده ها مجازات بشن، یعنی بچه اساسی چون سنشون خیلی پایینه باید مثل بزرگسال باشون رفتار کرد و چیکار کرد دقیقاً. سوال دوم اینه که دلیل این کارشون چیه؟ چه علتی باعث شده که این افراد توی این سن به این کمی دست به چنین جرم و جنایت هایی بزنن؟ و همیشه روانشناسا و افراد دنبال دلیل این اتفاق بودن که چه اتفاقی میفته واسه این بچه تو زندگیش، توی خانوادهش، تو ارتباطاتش چی شده، چه چیزی باعث شده این فرد به جای اینکه بره بچگی کنه، بره با دوستاش بازی کنه، تایم بگذرونه، توی سنی به این پایینی بخواد که دست به چنین جنایت‌های هولناکی بزنه. بزنیم پرونده رو از اول شروع کنیم. اریک اسمیت متولد 22 ژانویه سال 1980 بود. جایی که اریک توش به دنیا اومده یه شهر خیلی خیلی کوچیک توی نیویورک بوده که اسمش سنوواست. اریک با مامانش تمی و ناپدریش تد زندگی میکرده. شرایط زندگی اریک یکم پیچیده است. یه سری مشکلات قبل از به دنیا اومدنش داشته، یه سری مشکلات بعد از اینکه به دنیا میاد، توی فضای مدرسه، توی خونه، توی کودکی، توی دوران بارداری مادرش حتی داشته که من قراره اینا رو به ترتیب بهتون بگم که اول از اون مشکلاتی شروع کنیم که قبل از اینکه حتی اریک به دنیا بیاد هم توی فضای خانوادهشون وجود داشته. اولیش این بوده که مامانش تمی وقتی که اریک رو باردار بوده در حال جدا شدن از همسرش رندی بوده که پدر اریک باشه و به این شکل بوده که رندی همش میگفته که این پسر بچه من نیست، اریک بچه من نیست و اصلا قبول نمیکرده و هی میخواسته ثابت کنه که پدر این بچه نیست. ولی تمی اینجوری بوده که خب این بچته، یعنی چی میگی؟ و وقتی که دادگاه تشکیل میشه اونا میرن آزمایش میدن و خب تمین نشون میده مدرک رو که اینا مدرک پدر بودن تو پدر این بچه‌ای. با این حال، با این وجود باز هم رندی مقاومت میکنه و اصلا دلش نمیخواسته که قبول کنه که پدر این بچه است و این بچه رو بخواد قبول کنه. و این خیلی عجیبه به نظر من، چون که رندی و تمی یه دختر قبل از اریک هم داشتن به نام استیسی و رابطه این دوتا حالا نمیگم نرمال بوده، خیلی عالی بوده یا هرچی، ولی خب پذیرش پدر بودن رو این آدم داشته، یعنی مشکلی با اینکه پدر بشه نداشته چون رابطهش رو با دخترش داشته، حالا چه کم چه زیاد. ولی خب اینجوری بوده که من اصلا کاری به اریک ندارم، به من چه اصلا، این چی اصلا، برید پکارتون. و خیلی عجیبه. خب این خب چرا مثلا این بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده چه آسیبی به تو زده که تو این شکلی نسبت بهش مقاومت داری؟ خب واسه اینم پدری کن دیگه. ولی خب حالا نمیدونم، به هر دلیلی اریک رو نمیخواسته بپذیره رندی، به همین دلایلی که رندی نمیپذیرفته که اریک بچه‌شه، این پروسه طلاق تمی و رندی خیلی طولانی میشه. اینجا بوده که توی پروسه طلاقشون تمی با یه مرد دیگه به نام تد آشنا میشن و بلافاصله بعد از اینکه رندی و تمی جدا میشن این دوتا با هم دیگه ازدواج میکنن و اینجاست که تد قبول میکنه که پدر تد باشه و به صورت قانونی هم حتی این رو ثبت میکنه، یعنی الان تد پدر ناتنیشه و در اصل یه جوری پدر قانونیش هم هست. و اینجا خب به اریک نگفته بودن همچین مسئله رو به تب و اریک فکر میکرده که تد پدر واقعیشه، یعنی اینجوری بزرگ شده با تصور اینکه تد پدر واقعی خودشه. حالا من چرا انقدر این مسائل رو توضیح میدم؟ چون در ادامه قراره ببینیم این مسائل ددی ایشویی که اریک داره چقدر قراره تاثیرگذار باشه توی نحوه بزرگ شدنش و چه آسیب‌هایی قراره بهش بزنه.
حالا من چون بعضی شاید ندونن میخوام این ددیش رو واسهتون توضیح بدم، چون که کلمه فارسی واسش نیست که من بتونم توی عنوان یک کلمه واسهتون هی بگم آره اریک مثلا این مشکل رو داشته. بخوام به فارسی بگم یه توضیحه، مثلا با بگم اریک این سری مشکلات رو به این شهر داشته، ولی خب توی انگلیسی در کل بهش میگن ددی ایشو. حالا چی هست این ددی ایشو؟ یه سری چالش هاییه که افراد بزرگسال و جوان دارن و این به دلیل این بوده که یا مثلا پدری بالای سرشون نبوده و اون کم بوده رو حس کردن، یا یه پدری داشتن که تاکسیک بوده، سمی بوده و یه رابطه بدی با اون پدر داشتن. همه این مسائل باعث میشه که در آینده یه سری مسائل روانی و این بچه پشت سر بذاره توی بزرگسالیش و در کل به این جمع توضیحات میگن ددی ایشو. به همین دلیل حالا من هی بگم که مثلا تد ناپدریش بوده قبولش کرده، رندی پدر واقعیش بوده اصلا قبولش نکرده. این سری مشکلات رو با مردهایی که به عنوان پدر وارد زندگیش میشدن داشته. حالا این تنها مشکلی نبود که اریک داشت. وقتی که هنوز به دنیا هم نیومده بود، مامانش تمی از اپیلپسی یا همون سر رنج میبرده و خب واسه این مریضیش باید هی دارو مصرف میکرده و این داروها رو حین بارداریش هم مصرفش رو ادامه داده و این داروها مشخص بودن که آسیب به جنین وارد میکنن، ولی خب تمی بازم ادامه به مصرفشون داد توی دوران بارداریش. یک سری افراد اعتقاد دارن که همین مصرف داروها هم باعث شده که در آینده اریک یه سری مشکلات رشد و اینا داشته باشه و یه جورم به نظر درست میاد، چون که ببینین حالا صرفاً واسه دارو نمیگم این قضیه رو، بچه‌ها توی دوران حتی بارداری مادر توی دوران جنینیشون بسیار درک میکنن، دریافت دارن هر چیزی، حالا جدا از اون مواد شیمیایی که وارد بدن شده که اون داروها باشه که ممکنه تاثیراتش رو داشته باشه، بچه توی دوران بارداری مادرش مادر پدرش داشتن از هم جدا میشدن. این 100% بار روانی واسه مادر داره و به تبع واسه فرزند. واسه همین امکان نداره همچین تاثیراتی نداشته باشه. من دیدم دور و برم که مثلا افرادی که حالا یه بارداری پرخطر داشتن، یعنی مثلا دکتر بهشون گفته که شما ممکنه بچه اتفاق واسش بیفته، مثلا ممکنه بارداریتون به سرانجام نرسه و یا حالا مریض باشه بچه به دنیا میاد، این باعث میشه استرس بکشه مادر. همون استرس باعث میشه بچه در آینده وقتی به دنیا میاد پیش فعالی داشته باشه، خود بچه مضطرب باشه. واسه همین میگم خیلی تاثیرگذاره، حالا هم از این جنبه روانیش نگاه کنیم و هم از این جنبه داروهایی که مادرش مصرف میکرده. خیلی خوب، این چیزایی بود که ما میدونستیم که قبل از تولد اریک باشون خانواده‌اش داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن و به تبع روی زندگی اریک هم تاثیرگذار بوده. حالا بریم سراغ اتفاقها و مسائلی که بعد از به دنیا اومدن اریک اتفاق میافتن. چیزای زیادی توی اون سالهای اولیه زندگی اریک وجود نداره، مدارکی وجود نداره، ولی خب وقتی اریک 2 ساله میشه به تبع مشخص بوده که بچه نسبت به بچه‌های عادی دیگه روند رشد آرومتری داشته. مثلا توی 2 سالگی نمیتونسته راه بره، نمیتونسته حرف بزنه و نرمالش اینه که بعضی سالگی معمولا شروع میکنن به صحبت کردن و تا 1 سال و نیم 2 سال دیگه شروع میکنن کلمه و جمله گفتن، ولی خب اریک اینجوری نبوده. خب 2 سالگی هم حالا مثلا سن زیادی نیست، من نمیگم که مثلا بلبل حرف بزنه، مثلا از 1 سالگی 1 سال و نیم باید شروع کنن کلمه مثلا مامان بابا مثلا دادا، از این حرفا، از این کلمات، ولی خب اریک اینجوری نبوده و اصلا حرف نمیزده به هیچ وجه و بالاخره توی سن 2 تا 3 سالگی شروع میکنه به راه رفتن و حرف زدن. حالا این تنها مشکلی نبوده که اریک داشته، یه مشکل داشته که حالا واسهتون توضیح میدم که چیه. کلمه فارسیشو که من هی سرچ کردم میشه قشقرق به پا کردن، یعنی این بچه خیلی سریع کنترل خودش رو از دست میده، عصبی میشه و حالا یک سری رفتارها در ادامش داره که به این رفتار در کل میگن قشقرق، که حالا واسهتون توضیح میدم دلیلش و این رفتار کلا چه شکلیه. ببینید قشقرق در کل یه خورده کلمش عجیبه، ولی خب قشقرق در کل به اون عصبانیتی میرن که یهو بروز میکنه و البته اینم بگم که توی سنی که اریک بوده بسیار نرمال بوده، یعنی عادیه. شما میبینید بچه‌ها یوقاتی میکنن مثلا گریه میکنن و اینا، ولی خب اون میزان و دوزی که اریک داشته عجیب بوده، چون که هر روز اتفاق میافتاده به مدت خیلی طولانی. و حالا این قشقرق چیه؟ مثلا بچه‌ها وقتی که نمیتونن اون احساساتشون رو بیان کنن یا اینکه مثلا کم بزرگتر شدن و خب میخوان نشون بدن مستقلن ولی همچنان توجه اون خانواده هم میخوان،
ببینید قشقرق در کل بهتون گفتم یه رفتار طبیعی توی بچهای اون سنه، تو بچهای سن 1 تا 3 سال بسیار طبیعیه، بچه‌ها دارن اینو به این مدت کوتاه اوکیه. ولی خب مسئلهش این بوده که اریک این قشقرق به پا کردنش رو هر روز داشته، رفتارهای بسیار خطرناکی نشون میداده و خب همین غیر طبیعیش میکرده. دلایلی که قشقرق میتونه داشته باشه اینه که مثلا به بچه بگیم نه، دیدین مثلا مامان بابا میخوان از کنار یه مغازه اسباب بازی فروشی رد میشن، حالا به هر دلیلی نمیخوام واسه بچه بخرم، بچه اونو میبینه شروع میکنه ها جیغ زدن و اینا، این همون قشقرق به پا کردن است که مثلا خانواده بهش میگه خب نه، خب تو اینو اصلا داری، مثلا صورتیشو داری، آبیشو واسه چی میخوای، یا مثلا کلا به هر دلیلی نمیتونن خریداری کنن واسه اون بچه و بهش میگن نه. و اون یکی از این دلایلیه که بچه ممکنه قشقرق به پا کنه. دلیل بعدی میتونه به خاطر این باشه که کارا اونجوری که دلشون میخواد پیش نره. دلیل بعدی که من به شخصه با این سن دارمش اینه که وقتی خیلی خسته و یا گرسنه‌ان، من بهش حق میدم اگه اینجا قشقرق به پا کنن بچه‌ها، چون منم دارم اینو. نمیدونم شما رو وقتی گرسنه میشین چه شکلی، ولی من اصلا بهم نباید هیچکی نزدیک بشه، مثلا بخوان یه چیزی رو بگن و ندونن چجوری بیانش کنن و یا حتی هیچ دلیلی نداره صرفا یهو میزنن زیر گریه، عصبانی میشن و آهان. و رفتارهایی که قشقرق دارن مثلا پاهاشون رو میکوبن، جیغ میزنن، سرشون رو میکوبن، لگد میزنن و اینا، این رفتاریه که در حین قشقرق با اون عصبانیت زیاده به وجود میاد. حالا بهتون گفتم اریک هم این مشکل داشته، ولی خب عجیب بودنش تو اون میزان زیادی بوده که داشته. مثلا هر روز یهو عصبانی میشده، قاطی میکرده و سرش رو به دیوار و زمین به مدت طولانی میکوبیده. خیلی خطرناکه. شما تصور کن تو هی سرتو تق تق، خب 100% اصلا ممکن بچه این سرش آسیب دیده باشه حین این ضربه های طولانی. حالا درد که اصلا نمیگم چجوری درد رو تحمل میکرده، آسیب هم ممکنه 100% دیده باشه. حالا همه این مشکلات کم بود، آقا اریک یهو توی سن 3 سالگی شیفته و حیران آتیش میشه، اینکه آتیش روشن کنه. کلا آتیش دوست داشته، آتیش رو 3 سالگی، توی سن 3 سالگی اصلا چرا، یعنی چی اصلا آتیش خطرناکه، به صورت غریزی تو باید بترسی و فرار کنی از اون، چرا باید دوست داشته باشی. بذارین یه نمونهشو بهتون بگم که واقعا عجیبه. یه روز وقتی که 3 سالش بوده وسطای نیمه شب بلند میشه، میره تو آشپزخونه، یه مقدار کاغذ نمیدونم از کجا ور میداره و میذاره روی این فر، روی گازشون و آتیششون میزنه. یعنی چی اصلا؟ خب بچه تو اصلا چجوری بلدی، چجوری قدش میرسه اصلا به اون گاز، اصلا چجوری بلده با اون کبریت کار کنه، چجوری بلده حالا با گاز کار کنه. 3 سالشه فقط. من نمیدونم، خیلی عجیبه. حالا خدا رو شکر تو این اتفاق کسی آسیب ندیده، چون انگار خانواده‌اش میبینن که داره اریک میره به سمت آشپزخونه و آتیش روشن کرده و کسی تو این اتفاق آسیبی ندیده. اما اون خط قرمزی که قرار اریک رد کنه به اینجا منتهی نمیشه. توی سن 4 سالگی، خیلی تاکید میکنم روی سن، چون واقعا تو این پرونده سن اتفاقایی که میفته واقعا پایینه و آخه اصلا خیلی عجیبه، من نمیتونم تاکید نکنم. میگن که تو سن 4 سالگی، حالا این گفته است، من نمیدونم چقدر میتونه درست باشه، میگن که تو سن 4 سالگی اریک به دختره یه سری افکار داشته، در مورد دخترها فکر میکرده و خب توی سن 5 سالگیش اریک تختش رو خیس میکرده، یعنی شب ادراری داشته و این مسئله تا 11 سالگیش هم حتی ادامه داشته. و اینجاست که من باید به یه نکته اشاره کنم و یه مطلبی رو بهتون بگم که جالبه دونستنش. یه تئوری هست به نام سگانه مکدونالد که این تئوری میگه اگه بچه‌ها، افراد کم سن و سال 2 یا 3 رفتار خطرناکی داشته باشن که الان بهشون اشاره میکنیم، ممکنه در آینده افراد خطرناکی واسه جامعه باشن. حالا اون سگانه مکدونالد چیه؟ اولیش اینه که فرد جنون آتش افروزی داشته باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی علاقه داشته باشه به آتیش و آتیش روشن کردن. مورد دوم شب ادراریه و مورد سوم حیوان آزاریه. و این افراد معتقدن، افرادی که این سگانه رو به وجود آوردن، که اگه فردی این 3 رفتار رو داشته باشه، حالا 2 یا 3 رفتار رو، امکان این که در آینده به یه جنایتکار حرفه‌ای و یا قاتل سریالی تبدیل بشه بسیار زیاده. حالا با توجه به این مسئله اریک چه چیزایی داشته؟ جنون آتش افروزی، اون عشق و علاقه به آتیش رو که داشته، با آتیش ابسس بوده. مورد دومم شب ادراری بوده و متاسفانه اریک مورد سوم هم داشته و از سن بسیار بسیار پایین دوست داشته به حیوانات کوچولو آسیب برسونه. و دست بزنیم، آقا اریک سگانه مکدونالد رو تکمیل میکنه. و حالا یه چیز دیگه که اصلا من نمیتونم این رو بپذیرم
اینه که اریک توی 9 سالگیش یه سیگارکش قهار بوده. حالا میگم قهار چون که اریک روزی 1 بسته سیگار میکشیده، 1 بسته. و خب من اینجا جوریم که این بچه سنش پایینه، 9 سالگی پولش از کجا میاره؟ بعد کسی اصلا نمی‌بینه که حالا جلوی این بچه رو بگیره. میدونین توی تحقیقات هم به این نرسیدم که مثلا دور و بر اریک کسی سیگاری بوده باشه. دوستاش همه بچهای نرمالی بودن و خب سیگار نمیکشیدن که این بچه حالا مثلا از اونا تاثیر گرفته باشه، سیگارشو از اونا بگیره. و همش به این فکر میکنم که خب این بچه تو بر اساس چه چیزی بوده توی خونهشون که به سیگار پناه برده، مثلا حس کرده سیگار میتونه پناهگاهی واسش باشه که از اون مشکلات فرار کنه. بعد جالبیش اینه که به صورت مخفی هم نمیکشیده، یعنی اینجوری بوده که سیگار میگرفته دستش، میرفته تو کوچه خیابون، همه هم میدیدن که این بچه سیگار میشه، هیچ کم به ذهنش نمیرسیده که بگه عمو جون، حالا خانواده‌اش که اصلا بریم پی کارتون، عمو جون چرا داری سیگار میکشی؟ مثلا واسه بعد 9 سالگی. این یه سری از مشکلاتی بوده که اریک توی دوران کودکیش داشته. حالا میخوایم به صورت تخصصی تر وارد مشکلاتش توی دوران کودکی و سن پایینش بشیم. اول میخوایم به اون مسائلی بپردازیم که اریک توی دوران کودکی و توی مدرسه اونا رو داشته. مسائلی که الان میخوام مطرح کنم خیلی مهمه، مشکلاتی که توی مدرسه واسش پیش میومده، چون که اریک در آینده میگه مقصر این کارهایی که من کردم، این آسیبایی که تو مدرسه واسم به وجود اومده. اریک توی دوران مدرسهش به شدت بولی شده، به شدت آزار و اذیت میدیده. قسمت ناراحت کننش اینجاست که صرفا توسط افرادی کلا آدما رو آزار میدن آزار نمیدیده. مثلا افراد این شکلی نشستن که مثلا اون صرفه چیکار کنیم، و میگه اریک بریم اذیتش کنیم. این شکلی بوده، یعنی هر کی رد میشده یه آزار، یه اذیت، یه چیزی، حالا چه فیزیکی چه کلامی، به این بچه میرسونده. بهتون گفتم اریک یه سری مشکلات رشد داشته و خب اینم دلیلی میشه که مردم به خودشون اجازه بدن اریک رو، یعنی بهونه‌ای داشته باشن که اریک رو آزار بدن. ثابت شده که اریک توی سن 13 سالگیش عقلش به اندازه بچه 8-9 ساله است. همه اینا باعث میشده که خب اون بیشتر هم آزار و اذیت ببینه. و هی مثلا اینجوری بودمش که احمق، اسکل. دلیل دیگه هم داشته علاوه بر مشکلات رشدش که به نظر من این دلیل اصلی است که هممون احتمالاً یک مقدار کمیش رو توی زندگیمون تجربه کرده باشیم و اونم ظاهر اریک بوده و من از این قضیه متنفرم. هممون هم مطمئنم تجربه کردیم که به دلیل ظاهرمون، حالا چه ظاهر مثلا صورتمون چه بدنمون، یک دورانی ما مورد تمسخر قرار گرفتیم و همیشه نمیدونم چرا افراد به خودشون اجازه میدن که همچین مسئله‌ای که دست خود آدم هم نیست و بیان کنن. همیشه این افراد هم این شکلی‌ان که بهترین چیزای تو رو به بدترین چیزا تفسیر میکنن. یعنی مثلا اینجوری بودن که واسه اریک میگفتن اریک موهای لخت و پرپشتی داشته، سر این مسخرش میکردن. باورتون میشه؟ مثلا موی پرپشت رو تمسخر میدونستن، چیزی که به نظر من نعمته، نه چیزی که تو بخوای باش مسخره کنی. همیشه همینا، یعنی تو چه نوعی موهای فر خوشگل داری و حالا افراد اینجوریان که موهات فره مثلا، آخه زشت. میدونین اون حتی خوبی تو، همون ویژگی مثبت تو رو منفی جلوه میدن و مسخرش میکنن. چیز دیگه ای که اریک رو توش مسخره میکردن رنگ موهای اریک بوده که قرمز بوده، رد هیر بوده اریک. و خب من هم اینجا توضیح بدم که من این قضیه رو بسیار درک میکنم، چون ما خانوادگی ژنتیکمون موهای قرمز داریم و خب اصلا واسه همینه که اسم چنل شرلی میوزه از آن شرلی میاد. خیلی به نظرشون موهای قرمز زیباست، ولی خب وقتی که تو بچه‌ای و متفاوتی ظاهرت، حالا چه مثلا رنگ مود چه بدن چاقتری لاغرتری، واسه تو احساس ناامنی به وجود میاره. حالا چه برسه دیگه بخواد ملت مسخرش هم کنن دیگه، تو چقدر اذیت و آزار میبینی. اگه آنشلی هم حتی دیده باشین میبینین که چقدر آنشلی از رنگ موهاش متنفر بوده. اریک هم همین شکل بوده و ملت اینجوری بودن که ای چه موهای پرپشت قرمز زشتی، پرپشت قرمز. به نظر من تعریفه، ولی خب اونا مسخرش میکردن. این هم هست که موهای قرمز واسه پسرا توی جامعه خورده بیشتر ممکنه بولی بشن. حالا یه خورده دخترها مثلا اینجوریه که چه ناز و چه خوشگل، ولی میدونن که پسرا یکم بیشتر آزار میبینن توی این قضیه. توف بر تو که آدما رو مسخره میکنی.
صورتش هم اریک ککمک داشته که 90% افراد مو قرمز اینو دارن، به دلیل پوست روشنی که بعضیشون دارن 90% دچار ککمک هم هست صورتشون. چشمش هم خیلی ضعیف بوده و همین باعث می‌شده که اریک عینک خیلی بزرگه با درجه شماری زیاد بزنه به چشماش، یه جوری عینک ته استکانی که من نمیخوام این کلمه رو استفاده کنم که به نظرم چون این کلمه توسط افراد بولیگر ساخته شده که میشه بگن عینک ته استکانیه، واسه همین نمیخوام. عینکش شمارش زیاد بوده و واسه همین دیده باشین توی ظاهر تاثیر میذاره. همه اینا باعث میشده افراد اریک رو بولی کنن و مسخرش کنن و آزار و اذیتش برسونن. واقعا ناراحت میشم چون مطمئنم هممون این رو تجربه کردیم، حالا به چه مقداری کمش چه مقداری زیادش، همه این رو داشتن که در مورد ظاهرشون ملت قضاوت کنن و اون رو اذیت کنن. چه میدونم، مطمئنم یکیتون مثلا واسه لاغر بودن زیادش مورد آزار مردم قرار گرفته، چه کلامی چه حالا امیدوارم که فیزیکی نباشه و حالا اگه چاق بوده باشی، موهاتون فر بوده باشه، موهاتون کوتاه بوده باشه، موهاتون کم پشت بوده باشه، موهاتون پرپشت بوده باشه، میدونین ملت همیشه یه چیزی دارن بگن و آزارت بدن. حالا صرفا لازم نیست که مثلا بزننت، که همین که بیانش کنن آزاردهنده است و خب هممون این رو تجربه کردیم. میتونیم یکم بفهمیم این قضیه رو که چقدر ممکنه دردناک باشه، اینکه در مورد ظاهرت که دست خودت نیست، آخه نمیتونی کاریش کنی، نظر بدن و بخوان به خاطر این مسئله بهت آزار برسونن. و به خاطر همین آزارها مثلا همیشه اریک دیده میشده که داره یه گوشه گریه میکنه و همین آزار و اذیت اون بولیگراشو بیشتر میکرده، چون که خب اونا منتظر همینه، منتظر ضعف و آسیب دیدن تو هن. و همین باعث میشده که بیشتر و بیشتر آزارش بدن. به خاطر همین مسائلی که همش آزار و اذیتش میکردن در مورد ظاهرش، اریک همیشه تلاش میکرده ورزش‌های مختلف رو تست کنه و اینکه بدنش رو بیاره رو فرم تا یکم کولتر به نظر برسه و مردم یکم ازش بیشتر خوششون بیاد و بپذیرنش. همش تلاش میکرده که مورد قبول باشه. این میرفته داخل پارکایی که جمع بچه‌ها بوده که مثلا بره داخل اون جمع بچه‌ها پذیرشش کنن، ولی خب با این حال بازم کسی قبولش نمی‌کرده توی جمعشون و کلا همیشه تایمش رو مجبور بوده تنهایی بگذرونه، چون حالا کسی رو نداشته. میدیدنش که مثلا داره با دوچرخش تنهایی دور میزنه خودش واسه خودش و همه اینا باعث شده بوده که اریک افسردگی بگیره، احساس تنهایی کنه. فقط تنها چیزی که می‌خواست اینه که آدمو بپذیرنش و دوستش داشته باشن. این احساس ناامنی اریک در مورد قیافش به حدی بوده، به حدی مردم مسخرش کردن، آدمو مسخرش کردن این قیافه و ظاهرش رو، که وقتی که عکس دست جمعی میگرفتن اریک میومده عکس خودش رو، اون چهره خودش رو میخراشونده و از من میبرده و واقعا هم حق داشته. تو فرض کن مثلا یکی همش بگه زشتی فلانی بهمانی، واقعا دیگه دلت نمیخواد چهره خودت رو ببینی. خیلی خب، اینم از مسائل و مشکلاتی که اریک داخل مدرسه داشته. حالا میخوایم بریم بپردازیم به مسائل و مشکلاتی که اریک داخل خونه واسش پیش اومده بوده که خیلی مسائل پیچیده‌ای هم هستن و بهتره واسه شروع بریم به اون قسمت ددی ایشویی که گفتم اریک داشته. یادتون میاد گفتم بهتون اریک فکر میکرده تد که ناپدریشه، پدر واقعیشه، پدر بیولوژیکیشه، به این باور داشته. یه روز که توی مدرسه بوده، یکی از همون افرادی که همیشه اذیتش میکردن و بولیش میکردن میاد بهش میگه که میدونستی مثلا تد بابای واقعیت نیست. این خیلی اریک رو ناراحت میکنه، چون واقعا باور داشته که تد پدر واقعیشه. و وقتی این مسئله رو تمی و تد میبینن که چقدر این بچه داره آسیب میبینه، واسه اینکه ای خدایا واسه این نیست، انقدر خوب نیست. و اینجا مامانش تمی و ناپدریش تد تصمیم میگیرن بیان این مسئله رو واسش توضیح بدن، که بهش بگن که تد ناپدریشه و پدر بیولوژیکیش نیست. 100% اینجا اریک خیلی ناراحت میشه، قلبش میشکنه و نمیتونسته باور کنه که این واقعیته که تد پدرش نیست. اینجای داستانه که رندی وارد قضیه میشه. یادتون میاد بهتون گفتم که رندی و تمی یه دختر قبل از اریک هم داشتن به نام استیسی. استیسی و اریک با هم دیگه با تمی و تد زندگی میکردن، توی خونه بودن. رندی بهتون گفتم رابطه‌شو با دخترش داشته و هی میومده با استیسی میبرددش بیرون، تایم میگذروندن و خب اینو اریک میدیده. فهمیدین چی شد؟ اینجا یعنی اریک رندی رو میشناخته، توی زندگیش میدیدش، چون که بهتون گفتم که رندی و استیسی با همدیگه ارتباطشون رو نگه داشته بودن و همدیگه رو میدیدن. خب میومده بچه رو میبرده، استیسی رو میبرده، تایم میگذروندن. تو این شرایط اریک هم میدیده که این پدر استیسیه، یعنی رندی رو به شخص میشناخته. و حالا اینکه الان فهمیده که این پدرشه و این شکلی بوده شرایط هیچی، وقتی هم میفهمه که اریک متوجه شده که پدرشه، بازم اینجوری بوده که من واسم مهم نیست، من نمیخوام اریک رو
خب الان خب که چی؟ خب تو که آخه رابطه تو با دخترت داری، میری با استیسی بیرون، اون مسئولیت رو یکم نگه داشتی. خب دست استیسی رو میگه دست اریک هم ببر. حالا چه اتفاقی میفته واقعا؟ اریک الان حس میکرده که رها شده، هیچکی دوستش نداره و تنها و بیکسه. خب خیلی واقعا حس منطقیه تو این شرایط و هیچکی دیگه واقعا نمیخواد باشه ارتباط داشته باشه، حتی پدر واقعی خودش. این اولین مشکلی بود که میخواستیم در مورد مشکلات اریک داخل خونه صحبت کنیم. مشکل بعدی اینه که احتمالا فکر کنیم که حالا وسط این همه بدیای رندی احتمالا تد چه آدم خوبیه، اومده این بچه‌ای که حتی پدرش هم نمیخواد دادش رو به فرزندی قبول کرده. گود گای. نه خیر، اصلا اینطور نیست. تد مشکل کنترل خشم داشته و سر هر چیزی سریع عصبی میشده و میخواسته اون عصبانیتش هم نشون بده، حالا چه به صورت فیزیکی چه به صورت کلامی درگیر میشده با آدما و بچهای خودش رو مخصوصا، حتی بچهای همسایه مثلا اگه عصبش رو خورد میکردن اینجوری مثلا میرفته میزده بهشون و لگد میزده بهشون. اینی که میگم حالا مثلا حالا در حد حدس و گمان و حالا اینکه بلوف کنیم نیست، چون که همسایه‌ام این رو دیده بودن که تد چجوری با اریک درگیر میشه و به صورت فیزیکی باش خشن رفتار میکنه، مثلا میگیردش میکشدش لگد میزنه بهش. اینو دیده بودن همسایه‌ها. و حالا فرض کنیم تد توی عموم به این شکل رفتار میکرده، توی خونه که هیچکی نمیدادش چه شکلی با این بچه رفتار میکرده. البته ما که الان میدونیم چیه که در ادامش میپردازیم چه کارهایی کرده. در کل تدی آدم، نمیتونم توی کلمه توصیفش کنم، یه آدم نچسب بیخود بدجنس کریه بوده. گفته شده که تد همسرش رو هم آزار فیزیکی میداده، ولی خب این ثابت شده نیست کاملا، ولی خب دور از ذهنم نیست، چون که وقتی بچهش رو آزار میده اون همسرش که انسان بزرگساله رو چرا که نه، احتمالش هست. حالا این تازه بدترین ماجرا نبودن. متاسفانه تد از استیسی سوء استفاده جنسی میکرده. استیسی وقتی 16 سالش بوده میاد این مسئله رو مطرح میکنه و میگه وقتی 14 سالم بوده تد از من سوء استفاده کرده، این رو به مردم اعلام میکنه. اینجا به تب تد میزنه زیر همه چی، میگه من این کارو نکردم، منظورتون چیه، نه اینجوری نیست. ولی خب بعد یهو اینجوریه که خب اوکی آره من کردم، ولی خب یک بار بوده و چون یک بار بوده اصلا مسئله این نیست که یه بار بوده، اشکالی نداره. بعد از این افشاسازی که استیسی انجام میده در این زمینه، خانواده موظف بودن که برن پیش یه مشاور و مشاوره ببینن در این زمینه، که البته به نظر من تد باید میرفته زندان. حالا حدس بزنین چه اتفاقی میفته. اینجا تمی مادر خانواده تصمیم میگیره پشت همسرش تد در بیاد و بره سمت اون و بگه نه همسرم این کارو نکرده، اون بیگناهه، دخترم الکی میگه، راست میگه تد. نمیدونم چجوری باید اینو قضاوت کرد، چون که خب شاید خود تمی هم اینجا آزار دیده باشه و نمیدونم بترسه از این قضیه، نمیدونم به خاطر چی این کارو کرده، ولی به هر حال تصمیم میگیره که پشت همسرش تد در بیاد، به خاطر اینکه الان مادر استیسی پشت همسرش رو گرفته در این زمینه و پشت اون سوء استفادهگر رو گرفته. خب به تبع استیسی مجبور بوده که بره از اون خونه، چون واقعا که چجوری میشه اونجا زندگی کرد، و میره و پیش پدرش رندی زندگی میکنه. یعنی که اریک هم مورد سوء استفاده تد واقع شده و خب این مسئله رو هم خود تد و هم خود اریک رد کردن. ولی خب ما با توجه به مسائلی که قراره در آینده ببینیم و کارهایی که قراره اریک انجام بده در آینده، این دور از ذهن نیست که این اتفاق افتاده باشه واقعا. خیلی خوب، بریم به سال 1993، جایی که اریک 13 سال است. اینجا داریم به اون اتفاق تراژیک و اون اتفاق غمگینی که قرار تو این پرونده است نزدیک میشیم. توی این نقطه از زندگی اریک همه چی داشته از هم میپاشیده. البته از قبل هم بوده، ولی خب اینجا دیگه اون شدتش بیشتر شده بوده. آزار اذیت میدیده، چه تو خونه چه توی مدرسهشون. مشکلات زیادی که توی مدرسه داشته توی خونهشون داشتن. اینجا میخوایم در مورد یه سری مسئله صحبت کنیم و اونم آزار و اذیت‌هایی که خود اریک به حیوانات میرسونده. اریک از آزار و کشتن مارهای سمی وحشی لذت میبرده. این خیلی عجیبه، اینکه انقدر کاتگوریش مشخصه و لذت میبرده که این حیوانای بدبخت رو بکشه. یه بچه 13 ساله است اریک، دیگه تهش مثلا باید حیوانات رو دوست داشته باشه، نازشون کنه، یا اینکه ازشون بترسه و فاصله بگیره. ولی اینکه میای بهشون حمله میکنی، میکشیشون، بعد تهش هم حال میکنی با این قضیه. حالا فقط این قضیه حیوان آزاری به مارها ختم نمیشه. اریک در ادامه میره سراغ گربه ها. همسایه اریک اینا گربه داشتن و خب یه روز اریک میره
حیاط همسایه‌شون و این گربه رو گول میزنه، فریبش میده و به این نحوی میکشوندش داخل حیاط خونه خودشون و اونجاست که با این گیره های فلزی دیدین که دور لوله ها میپیچن، حالا عکسش رو میذارم، این رو دور گردن این گربه بیچاره میپیچونه و سفتش میکنه و تا جایی این کار رو ادامه میده که اون گربه خفه بشه. همسایه اریکینا متوجه این قضیه میشن چون که میبینن که اریک گربهشون رو بیجون گرفته دستش و خب به طب خیلی میترسن. این رفتارهای ضد اجتماعی اریک روز به روز داشته بدتر میشده، روز به روز داشته خشن‌تر میشده و هی میخواسته این رفتارها و اون عصبانیتش رو بروز بده، حالا به هر نحوی که شده. و همین که گربه ها رو میکشته، گربه همسایه‌شون رو کشته و به حیوانات آسیب میزنه هم مزید بر این علته که میخواسته خشمش رو یه جوری خارج کنه از بدنش، دیگه نمیخواسته اون خشم رو نگه داره. و اریک الان اینجا خودش یه جوری بولیگر شده دیگه، میگشت دنبال افرادی که از خودش ضعیف‌ترن و کی از حیوانات کوچولو ضعیف‌تر و اونا رو آزار اذیت میداده. و اینجوری بوده اریک که هر وقتی مثلا یکی باش میخواسته ارتباط بگیره، سلام کنه، از این نگاهایی که خالی از هر حس و احساسی ان بهشون مینداخته. و خب اینو شما تو عکسایی هم که اریک توی اینترنت ازش هست میتونین ببینین که همیشه یه نگاه بی‌حس، سرد و خنثایی داره و این خیلی وحشتناک و عجیبه. اریک حتی یه جایی معلمش رو هم تهدید میکنه که من میکشمت. حتی دیگه به یه جایی میرسه که خونم خشمش رو نشون میده و یه روزی خیلی عصبانی میشه از دست تد و اون خشمش رو به صورت فیزیکی روی تد انجام میده که خب خودت تد این شکلی، پس خب که چی، واسه مهم نیست. من الان نمیخوام بگم که این خشونت فیزیکی رو تایید کنم، ولی خب تد خودش هم این کارا رو میکرده، پس بذار یکم هم آسیب ببینه. و حالا اینجا رو گوش بدین. اریک وقتی که 13 ساله بوده، تو همین 13 سالگیش یه بار میره به تد میگه که تد من میخوام به آدما آسیب بزنم و اینجوری بوده که انگار داشته میگفته من این خشم و این عصبانیت رو تو وجودم دارم و داشت این رو بیان میکرده. و به نظرتون تد چی گفته باشه خوبه؟ میشه گفته عیبی نداره، برو یه درختی، بالشتی، چیزی پیدا کن، مشت بزن بهش. و بدبخت اریک اینجا هم به حرف تد گوش میده، یعنی واقعا دلش میخواسته این مشکلش رو یکی حل کنه. یعنی فکر میکرده الان بره مشت بزنه به در و دیوار و درخت و اینا دیگه اون خشمو نداره، دیگه احساس نمیکنه که باید به آدم آسیب بزنه. ولی خب میره و این اتفاق نمیفته، یعنی مشت اینا رو میزنه ولی خب بازم اون خشم درونش حل نمیشه چون این راه حلش نیست. خیلی من رو ناراحت میکنه در زمینه پرونده اریک، چون که اینجا خودش بچه داشته کاملا اعتراف میکرده به این قضیه و یک جورایی انگار داشته کمک میخواسته که منو کمک کنین، این عجیبه واسه من میدونم این مشکل داره، به من کمک کنین، بگین که من باید چیکار کنم با این مشکلی که دارم. ولی خب اینجاست که خانواده ها وظیفهشون رو انجام نمیدن متاسفانه و این رو جدی نمیگیرن و به اریک کمک نمیکنن و باعث نمیشن که شاید این پرونده اصلا الان وجود نداشته باشه که من بخوام کاورش کنم. اگه کافی بود یکم به این بچه توجه کنن و مشکلاتش رو حل کنن. فقط هم این مسئله نیست که الان اومده به تد گفته که تد من میخوام با آدم آسیب بزنم، کاملا یک سری رفتارهای واضح داشته. خشونت فیزیکی روی افراد خانواده نشون میداده، به حیوونا آسیب میزده. یادتون میاد که اریک روزی 1 بسته سیگار میکشیده. اینا کافی نیست که شما فکر کنین بچه‌تون الان یه چیزی مشکل داره این وسط و به این کمکش کنین؟ و رسما داشته با رفتارهاش فریاد میزده که کمکم کنین، ولی خب هیچ فرد صالحی اون دور و بر نبوده که این قضیه رو حل کنه واسش. و خب این رفتارها به طبع شدت میگیره تا پای یه بچه شیرین و کوچولوی 4 ساله به این پرونده باز میشه. اسم این بچه کوچولوی بیگناه دوست داشتنی دریک روبی بوده. دریک روبی متولد 2 اکتبر سال 1988 بوده و وقتی این پرونده اتفاق میفته توی سال 1993 دریک فقط 4 سالش بوده. جایی که دریک زندگی میکردم همون شهری بوده که اریک داخلش زندگی میکرده، ساوانای نیویورک. دریک با پدرش دیل، مادرش دورن و برادر کوچولوش که فقط 18 ماه داشته به اسم دالتون زندگی میکرده. اینجا خیلی باحاله، همشون اسمشون با د شروع میشه، دالتون.
دورن و دریک با اینکه سنی نداشته و یه بچه کوچولوی 4 ساله بوده رو این شکلی توصیف میکنن: یه بچه شاد، پر از انرژی، با اعتماد به نفس، جسور، بچه‌ای که قلبش از طلا بوده، مهربون بوده، همیشه دوست داشته داخل جامعه باشه، عضوی از یه جامعه باشه. دریک عاشق برادر کوچیکش بوده، عاشق این بوده که باهاش تایم بگذرونه. خلاصه که دریک از اون بچه‌ای بوده که عاشق زندگی کردن بوده و هر اتفاقی میافتاده مثل یه آب روان باش رفتار میکرد و با جریان زندگی جلو میرفته. دریک عاشق حیوانات بوده، مخصوصا کرمای خاکی، خیلی بامزه است. میرفته جمعشون میکرده توی باغشون و واسه هر کدومشون هم اسم میذاشته که این خیلی به نظرم کیوته. آخه کرمای خاکی. دریک عاشق ورزش کردن بوده و خب ورزش مورد علاقهش تیبال بوده. تیبال میشه همون بیسبال بچگونه، بیسبالی که آسون شده است. فکر می‌کنم دلیلش واسه این باشه که یکی از دلایلش یعنی چون که پدرش هم مربی تیبال بوده و خب به طب دریک هم شاید علاقه‌مند شده بوده باشه و الان ورزش مورد علاقهش تیباله. دریک بهتون گفتم خیلی اعتماد به نفس داشته، خیلی اجتماعی بوده، همیشه دوست داشته جزء اجتماعی باشه و خب این اینجوری بوده که مثلا میشسته یه گوشه از شهر این شکلی هر کی رد میشده بهش سلام میکرده. الان باید با هم دیگه بریم به دوشنبه 2 آگوست سال 1993. اون زمان وقتی بوده که کمپ‌های تابستونی داخل ساوانا داشتن برگزار میشدن و خب بهتون گفتم دریک بچه بسیار اجتماعی بوده و عاشق ورزش کردن بوده و خیلی هم منطقیه که الان دوست داشته باشه داخل این کمپ‌های تابستونی شرکت کنه. شروع این کمپ روز اولش همون 2 آگوست سال 1993 بوده و قرار بوده ساعت 9 صبح بچه‌ها برن به کمپ. ولی خب اون روز اتفاقایی میفته که باعث میشه که دریک دیر کنه. قرار بوده اول برن پارک و بازی کنن و اینجا بهتون گفتم که دریک یکم دیر میکنه چون که دالتون داداش کوچیکه دریک داشته دندون در می آورده و اون روز صبح کلافه بوده. دیدین بچه‌ها که وقتی دارن دندون در میارن نمیتونن الان چیکار کنن، همش چیغ میکشن، گریه میکنن. دالتون هم اون شرایط رو داشته و همه درگیر این بچه بودن و خب کسی نبوده که بره دریک رو برسونه و دریک خیلی نگران بوده، ناراحت بوده چون دیر شده بوده و میخواسته سریع برسه که با بچه‌ها بره بازی کنه. و الان ساعت 9:10 است و همین الانش هم 10 دقیقه دریک دیر کرده بوده و اینجا میره به مامانش میگه که مامان لطفاً بذار خودم برم، دیرم شده، میخوام دیگه برسم، دیگه بیشتر از این نمیخوام دیر کنم. میره از مامانش کلی خواهش میکنه که مامان هیچ اتفاقی نمیفته، قول میدم نگران نباش، همین بغله، چون اون پارکی که میخواستن برن بازی کنن یه بلوک اونورتر بوده و خیلی بهشون نزدیکتر بوده. مامانش هم خب اینجوری میشه که نگران میشه، خب چون بچه دریک 4 سالش بوده، حالا 2 ماه دیگه میشده 5 سالش، ولی خب تو اون زمان تا حالا جایی رو نفرستاده بوده تنهایی دریک رو، حالا هر چقدر هم نزدیک بوده باشه که واقعا هم حق داره نبایدم بفرستن. و اینجا خب مامانش به تب رد میکنه، میگه یعنی چی میگی تو، بشین سر جات. دریک همینجوری اصرار میکنه، اصرار پشت اصرار، اصرار پشت اصرار. و من اینجا واقعا میدونم چه وضعیتیه، چون مثلا خودم بچه بودم یادم دختر خالم که دختر عموم که میومد خونمون هم سن بودیم و بعد که میخواست بره من این شکلی جیغ و داد و اصرار و گریه که نه باید بمونه، من نمیخوام بره. و اینو واسه این میگم که میدونم چقدر ممکنه خانواده تحت فشار اون اصرارهای بچه قرار بگیرن، دلشون بسوزه و بگن اوکی حالا مسئله این نیست، چیزی نمیشه، بذارین این بچه دلش خوش باشه. بهتون بگم که دورن چه چیزی رو داشته تجربه میکرده، تصمیم میگیره که خب واسه این بچه خوشحال بشه دیگه اینجوری هم ناراحت نباشه، خب بفرستدش، این هم یه بلوک پایین‌تره، چه اتفاقی میخواد بیفته تو این شهر که اتفاق بدی نمیفته، همه هم دیگه رو میشناسن، بذار بره، حالا بچه خوشحالم میشه، چه ایبی دارش، هیچ نمیشه. این مسیرم 100 بار با خودمون تا حالا اومده، بلده. اینجا هم دورن با توجه به این مسائل، با اصرارها و اون التماسایی که دریک داشته میکرده، در نهایت به دریک اجازه میده که خودش تنهایی بره به اون پارک و این تصمیم بوده که قرار بوده تا آخر عمرش ازش پشیمون بشه. دریک ساعت 9 از خونه راه میفته به سمت همون پارکی که قرار بوده بچه‌ها داخلش بازی کنن. اون روز پارک مثل همیشه بوده، فعالیت‌ها توش بوده، آدما میرفتن میومدن، بچه‌ها بازی میکردن، همه چی عادی بوده و اونجا یه نفر دیگه هم حضور داشته تو اون پارک اون روز و اون کسی نیست جز اریک اسمیت. اریک عضو کمپ تابستونی نبوده، نه به هیچ وجه، فقط اون صبح اینجوری حس کرده که
دلم میخواد برم یکم دردسر درست کنم مثل همیشه و خب دوچرخه‌اش رو برمی‌داره و میره تو پارک. اونجا هم اینجوری بوده که هی بچه‌های کم خب توی یه محوطه پارک بودن داشتن بازی می‌کردن. اریک میومده هی با دوچرخه‌شون مزاحمشون می‌شده، نظم برنامه رو به هم می‌ریخته و خب در حدی بود که حتی سرپرست کمپ هم میره بهش میگه داداش اینجا ما فعالیت داریم، لطفا مثلا برو، داریم مزاحم کار ما میشی. و خب اینجا اریک اینجوری بوده که همه میخوان منو اذیت کنن، عصبی میشه، قاطی میکنه و من نمیخوام دیگه قربانی باشم، میخوام یکی دیگه قربانی من باشه. و خب دوچرخه‌اش رو برمی‌داره و راه میفته بره از سمت پارک بیرون و خب اونجاست که چشمش میفته به دریک 4 ساله و همونجاست که تصمیم میگیره این بچه 4 ساله قربانی اون باشه. اینجا تا اریک بهتون گفتم چشمش میخوره به دریک، تصمیم میگیره که اون روز قراره این بچه قربانی من باشه و شروع میکنه با دوچرخش میره به سمت دریک و هی میگه هی بچه هی بچه هی بچه، میفته دنبالش. و خب خانواده دریک هم بهش گفته بودن که ببین مامان مثلا، ببین عزیزم، وقتی دیدی غریبه‌ای داره میخواد باهات بیاد حرف بزنه باش حرف نزن، غریبه‌ها خطرناکه، این کارو نکن. واسه همین دریک هم وقتی میبینه یکی داره باش حرف میزنه که نمیشناسدش، سرشو میندازه پایین و به راهش ادامه میده. درسته که اینجا اریک 13 ساله است ولی خب نسبت به بچه 4 ساله که دریک باشه بزرگ محسوب میشه، اینجوری بزرگ به نظرش میاد. واسه همین میترسه وقتی اریک داره بهش نزدیک میشه. اریک بازم به مسیرش ادامه میده و میره به سمت دریک و وقتی میرسه بهش میگه هی بچه جون، داری میری به سمت پارک، درسته؟ به اون سمت اون پارک داری میری، من یه میونبر بلدم که سریعتر برسی. و دریک بیچاره اینجا انقدر مضطرب شده بوده، پس یهو یکی با دوچرخه‌اش بود دنبالت هی بچه بعد میگه آره من یه راه میونبر بلدم، یا ببرمت اونجا. و خب مضطرب شده بوده، به تب ترسیده بوده و اینجا تنها چیزی که میگه اینه که من قرار نیست این کار رو انجام بدم. و خب من حس میکنم منظورش اینه که من قرار نیست با غریبه ها صحبت کنم، مثلا برو مزاحمم نشو. و اریک از اونجایی که خیلی با شعور بوده بازم پافشاری میکنه و هی اصرار که نه دیگه بهت نشون بدم، یا من سریع یه کار میکنم برسی به همون جایی که میخوای. و خب دریک بچه کوچولو بوده، بچه هم کلا اینجوریه که زود اعتماد میکنن. اونم دیده که این هم یه بچه مثل منه، زودتر اعتماد کرده و اصرارهاش هم بی تاثیر نبوده و قبول میکنه که با اریک بره. و من اینجا واقعا ناراحت میشم، خیلی ناراحت کننده است، چون که دریک از این بچه‌های حواس پرت نبوده، اتفاقا خیلی حواسش هم جمع بوده و میدونسته که نباید با یه غریبه صحبت کنه، ولی خب مسیرش خورده بوده به کسی که بویی از انسانیت نبرده بوده. اینجا اریک دوچرخه‌اش رو میذاره زمین و شروع میکنه با دریک به سمت اون میونبری که گفته بود راه رفتن و اون رو میبره به یه منطقه جنگلی که خارج از راه اصلی بوده، ولی خب یه جایی بین پارک و خونه دریک اینا بوده. یه منطقه جنگلی پردرخت بوده، انقدر پرپشت بوده که وقتی که واردش میشدی دیگه امکان این که ببیننت تو کجا رفتی نبوده. بلافاصله این که وارد این منطقه جنگلی میشن، یکم که میگذره اریک به دریک حمله میکنه. اینجا موقعیت به این شکل بوده که اریک یکم عقب‌تر از دریک داشته راه میرفته و از پشت به دریک حمله میکنه و گلوش رو میگیره و شروع میکنه به خفه کردنش. و اینجاست که دریک شروع میکنه به دفاع کردن از خودش. یه بچه 4 ساله انقدر سریع واکنش نشون میده، بهتون گفتم بچه حواس جمعیه. شروع میکنه به دفاع کردن از خودش در برابر اریک. و خب من اینجا حدس میزنم اریک انتظار اینو نداشته، تا شروع میکنه دریک از خودش دفاع کردن، لگد میزنه و اینا، با تلاش میتونه اریک رو از خودش جدا کنه. ولی خب متاسفانه این قرار نبوده پایان ماجرا باشه و اریک بازم به حملاتش ادامه میده. میدونین چیه؟ دریک اصلا شانس مقابله با اریک رو نداشت. یه بچه کوچولوی ظریف 4 ساله بوده در برابر یه بچه 13 ساله که تازه برنامه‌ام ذهنش داشته که چی کار کنه. دفاعی نداشته از خودش. چجوری میخواسته با پای کوچیکش بلند شه مثلا لگد بزنه، بشه مثلا فرار کنه؟ میدونی؟ اریک دوباره به دریک حمله میکنه و دستش رو میذاره دور گردن اریک و شروع میکنه به خفه کردنش و همین کار رو تا 30 ثانیه ادامه میده. وقتی که 30 ثانیه ادامه میده دریک میفته زمین. حالا با وجودی که افتاده بوده زمین ولی خب بالاخره یه جوری دست اریک آزاد شده بوده و داشته تقلا میکرده که هوا بفرسته داخل ریه‌اش و دوباره حالش بهتر بشه. توی این نقطه اریک کیف دریک رو ازش میگیره، ظرف نارش رو در میاره و خالی میکنه روی زمین. از اونجا یه دستمال سفره برمی‌داره
و همون رو داخل دهن دریک میکنه تا همون ذره هوایی هم که وارد ریش میشده رو ازش بگیره. تو اینجا که دریک داشته حس میکرده قراره دوباره خفش کنه، میخواسته دوباره از خودش دفاع کنه و انگشت اریک رو گاز میگیره و این هیچ کمکی به این بچه نمیکنه. تازه انگار اریک حال میکنه با این قضیه، لذت میبره و باعث میشه که بیشتر تهدید بشه، حملاتش وحشیانه تر بشه. اینجا اریک سنگ برمیداره و 3 بار به سر دریک ضربه میزنه. اینجا دریک حتی دیگه تکون هم نمیخورده، ولی انگار اریک راضی نبوده و بازم به حملاتش ادامه میده. اینجا میره و یه سنگ 12 کیلوگرمی برمیداره و از ارتفاع پرت میکنه روی بدن کوچیک دریک. و این خیلی وحشتناکه. این سنگ انقدر واسه خود اریک سنگین بوده که حتی نمیتونسته بلندش کنه، به زور بلندش کرده و اون سنگ رو انداخته روی بدن دریک و این کار رو 2 بار تکرار میکنه و اصلا خود شما فرض کن 11 تقریبا 12 کیلوگرم سنگ بوده. اینجا به خاطر اینکه خیلی سنگین بوده، حملات سخت بوده، اریک حس میکنه خسته شده و احتیاج داره استراحت کنه. نازی میره سراغ ظرف ناهار دریک که ریخته بودشون کف زمین. اونجا یه نوشیدنی بوده که حالا مهمه، واسه اینکه مهمه من میذارم اسم این نوشیدنی رو. رد کول اید بوده و اون نوشیدنی رو میخوره و بعد اون بطری رو توی زخمایی که خودش روی بدن دریک درست کرده بوده فرو میکنه. بالاخره میرسیم به یکی از وحشیانه ترین حرکت ها و اصلا نمیتونم کلمه‌ای واسش توصیف کنم رو روی جسد دریک انجام میده. یه تیکه چوب از همون اطراف بر میداره و توی بدن دریک فرو میکنه و یک جورایی بهش، من نمیتونم اینجا کلمه‌اش رو بگم، و به جسد دریک بی احترامی میکنه. اینجا بی احترامی به جسد دریک تموم نمیشه و بعد از اینکه این کار رو انجام میده بدن بیجون دریک رو میبره بین اون بوتا و اون درختای جنگل، اونجا میذاردشون و شروع میکنه واسه بدن دریک پوز گرفتن. اون رو توی یک شکل عجیبی قرار میده، به این صورت که کفش چپش رو در میاره و میذاره کنار دست راستش و کفش راستش رو در میاره و میذاره کنار دست چپش. اینجا انگار هنوز خشمش خالی نشده، میره بقیه خشمش رو روی ناهار اریک خالی میکنه و لگد میزنه روی محتویات داخل ظرف ناهار اریک، موزه رو له میکنه. بعد خونی که روی دستاش بوده با شلوارکش پاک میکنه، دوچرخش رو برمیداره و برمیگرده به سمت پارک. ولی خب اینجا قرار نبوده برگرده خونشون. دوباره بعد از 5 دقیقه برمیگرده که مطمئن بشه دریک از دنیا رفته و متاسفانه و به طبع با این همه آسیبی که دیده بوده دریک از دنیا رفته بوده. در ادامه مشخص میشه که توی یک از اون حملات دریک جونش رو از دست داده و علتش هم آسیب به ناحیه سر بوده. خودم هم داره باورم نمیشه چه اتفاقی داره میفته. شما باورتون میشه همین اتفاقا رو یه بچه 13 ساله روی یه بچه 4 ساله انجام داده باشه؟ به این خشونت، این شدت خشم از کجا میاد؟ چند ساعت بعد بارون میگیره و خب بچه‌ها مجبور میشن برن خونه هاشون و اریک هم برمیگرده و اینجا بوده که مامان دریک دورن منتظر پسرش بوده که بیا، چون که داشته میدیده که همه دارن میرن خونه هاشون و خب نمیبینه که دریک برگرده خونه و اینجا نگران میشه. خودش میره به سمت پارک که ببینه که خب چرا نمیاد دریک خونه. و اینجا من توی مستند دیدم که مامانش میگه که من اون روز یک احساسی داشتم که انگار یه چیز سردی رفت توی قلبم، یه حس بدی بود و مطمئن بودم که اون لحظه یه اتفاق بدی افتاده و در آینده میگه که من مطمئنم اون لحظه‌ای بوده که دریک از دنیا رفته. حالا وقتی که میبینه که دریک برنمیگرده خونه، خودش هم رفته پارک و دریک وجود نداشته که برگرده خونه، بلافاصله زنگ میزنه به پلیس. شهری که دریک اینا توی زندگی میکردن خیلی شهر کوچیکی بوده و خیلی سریع این خبر گم شدن دریک توی شهر پخش میشه و همه جمع میشن تا به پلیس کمک کنن که سریعتر دریک رو پیدا کنن و این مسئله بسته شه. حتی خانواده اریک هم داشتن به این مسئله کمک میکردن. حتی خود اریک هم به تیم جستجو ملحق شده بوده، شاید باورتون نشه. تا 4 ساعت بعد از این هنوز تیم جستجو داشتن میچرخیدن و داشتن دنبال دریک میگشتن
تا اینکه بالاخره توی ساعت 3:45 صدای جیغ زن از منطقه جنگلی شنیده میشه و اونجاست که جسد دریک پیدا میشه و اینجا بوده که ترس خانواده دریک به حقیقت تبدیل میشه و خب دیگه جستجو واسه یه بچه گم شده نبوده، الان جستجو واسه یه قتل بوده. این مسئله اینجا بوده که خانواده دریک عمیقاً شوک زده بودن، سوگوار بودن، اصلا نمیتونستن این غم از دست دادن رو هضم کنن و الان وقتی بوده که پلیس باید کسی که این کار رو انجام داده پیدا میکردن و بهتون گفتم ساوانه یه شهر کوچیک بوده، اینجا همه به هم اعتماد داشتن، همه به هم نزدیک بودن و هیچ وقت اتفاق بدی نیفتاده بوده. اینجاست که همه خانواده‌ها یه ترسی داخل دلشون میفته و میترسن که نکنه الان اون فرد الان اون بیرونه دیگه میاد یه بلایی هم سر بچهای اونا میاره. چون همدیگه رو میشناختن و انگار یه جوری به هم اعتماد داشتن، مطمئن بودن کسی که این کارو انجام داده یه غریبه است، یه فرد بزرگسال غریبه از بیرون از شهر ساواناشون. وقتی پلیس جسد دریک رو بررسی میکنه کلی آسیب‌های وحشتناک پیدا میکنه. آسیب‌های متعددی به سرش وارد شده بوده، شکستگی‌های زیادی روی جمجمه‌اش وجود داشته و همه اینا باعث شده بوده که مغزش متورم بشه. کل قفسه سینه پر از بریدگی بوده، جراحات به حدی بوده که حتی باعث شده روده هم سوراخ بشه و توی بدن دریک اون تیکه چوب رو هم پیدا میکنن. اینجاست که حدس میزنن که اتوماتیک که اوکی یعنی یه فرد بزرگساله که به بچه‌ها تمایل داره. اونا رفتن سراغ لیست مجرمین جنسی که به تازگی از زندان آزاد شدن که ببینن که حالا کسی هست که ممکنه آزاد شده باشه و این جرم رو انجام داده باشه. با همه افراد منطقه که اونجا بودن اون روز، افرادی که توی پارک حضور داشتن مصاحبه میکنن، با بچه‌ها مصاحبه میکنن که اریک هم جزوشون بوده، چون که خیلی زود اریک خودش میگه که من اون روز داشتم دوچرخه سواری میکردم تو اون منطقه. توی مصاحبه اولیه‌ای که اریک داشته هیچ مسئله‌ای رو لو نمیده، هیچی نمیگه از اتفاق و همین شکلی رد میشه. ولی خب مامانش تمی اینجوری بوده که پسر من داره یه چیزی رو پنهان میکنه، من مطمئنم اریک یه چیزی میدونه و نمیگه. فکر نمی‌کرده قاتل باشه، صرفاً یه سری رفتارها داشته می‌دیده که حس می‌کرده که اریک یه چیزی دیده اون روز که توی پارک بوده. تمی فکر می‌کرده که اریک شاهد یه قضیه بوده و میتونه به این پرونده کمک کنه. واسه همین 3 روز پس از اون مصاحبه اولیه اریک تمی زنگ میزنه به پلیس و میگه که خب من حس می‌کنم پسرم شاهد یه قضیه بوده، لطفاً بیاین و دوباره باهاش مصاحبه کنین. و اینجا اریک تصمیم میگیره که صحبت کنه. به پلیس میگه که آره من اونجا بودم اون روز صبح، از اون ور پارک دیدمش که داره میره ولی فقط خب از کنارش رد شدم. اینجا پلیس میگه خب پس دیدیش، خب یکم بیشتر بهمون جزئیات بده، یکم بیشتر اطلاعات بده دیگه، چیا دیدی؟ اینجا یکم اریک چیز میشه، معذب میشه، استرس میگیره و میگه که نه من دور بودم ازش و خب عینکم هم نداشتم، درست ندیدم. بعد که اینو میگه یهو شروع میکنه با جزئیات ریز بریز تعریف میکنه که چی دیده، کامل لباسهای دریک رو توضیح میده و خب اینجا پلیس اینجوریه که چی شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چون که اریک چشماش خیلی ضعیف بوده، بهتون گفتم، و نمیتونسته مثلا فاصله‌های دور رو به درست تشخیص بده، تازه بخواد این هم جزئیات دیده باشه. خب اینجا پلیس بهش مشکوک میشه، حالا نه اینکه بهش شک کنه که قاتل و اینا، اصلا فقط صرفا اینجوری بوده که نکنه این بچه واقعا شاهد یه چیز بدی بوده و الان میترسه که بگه، واسه همین استرس گرفته و حرفاشو هی عوض میکنه. اینجاست که پلیس واسه اینکه بهتر بتونه از اریک کمک بگیره ازش میخوان که دوباره صحنه‌ای که دیده، صحنه اون روز رو واسهشون بازسازی کنه و خب اریک خوشحال بوده، توی پوست خودش نمی گنجیده و شمایی که احتمالاً پرونده‌های جنایی رو دنبال کرده باشین میدونین که قاتل‌ها توی پروسه‌هایی که واسه جستجوی واسه قتل اتفاق میفته همیشه میرن خودشون رو قاطی اون ماجرا میکنن تا ببینن اون تک و پو رو، ببینن اون اتفاقی که خودشون رقم زدن و خب این بهشون احساس بهتری میده. اریک هم مثل اونا بوده ولی اریک فقط 13 سالش بوده و اینکه اینقدر شبیه بزرگسال‌ها رفتار میکنه، فکرهای مریض مثل اونا داره، مثل مجرمین بزرگسال، خیلی عجیب و ناراحت کننده است. اریک شروع میکنه به بازسازی صحنه و خودش سوار دوچرخه میشه. به پلیس ها هم میگه که برن اونجایی که دریک ایستاده بوده بیستن. پلیس ها میستن اونجا، اریک سوار دوچرخه‌اش و همون شکلی که گفته از کنارش از اون سمت پارک رد میشه و خب عینکش هم نذاشته بوده همون شکلی که گفته و واقعا هیچی نمیدیده
و اینجاست که دوباره پلیس ها شک میکنن که خب تو که این همه جزئیات دیدی، عینک تو چجوری نذاشته بودی و این همه چیز دیدی با این چشمای ضعیفت؟ و اینجا بازم شکشون بیشتر میشه و خب این چیزای مشکوک به اینجا منتهی نمیشه. یه روز که داشتن از اریک مصاحبه میکردن و وقتی استراحتش بوده، باباش واسش یه نوشیدنی میاره که اون خستگیش رفت بشه. نوشیدنی رد کول اید بوده. یادتونه بهتون گفتم که دریک توی ظرف ناهارش یه نوشیدنی داشته و بهتون گفتم برندش خیلی مهمه. دقیقاً همون نوشیدنیو که اریک بطریش رو فرو کرده بود توی زخم‌های دریک رو واسش میارن. اینجاست که یهو اریک قاطی میکنه و این شکلی با عصبانیت میزنه این بطری رو میشکونه و اینجا بازم پلیسا اینجوریان که اوکی بازم میدونین این واکنشش نسبت به این نوشیدنی عجیب بوده، ولی خب با این حال بازم فقط شک داشتن و اونقدر چیزی نبوده که بخوان بهش گیر بدن و رد میشه. چیز عجیب دیگه‌ای که توی مصاحبه‌های اریک به چشم می‌خورده این بوده که وقتی که داشتن ازش مصاحبه می‌کردن یه تیکه اینجوریه که به پلیسا میگه که ببینید من اصلا از اینجور آدما نیستم که به کسی آسیب بزنم، من اصلا دوست ندارم کسی رو بکشم، من اینجور آدمی نیستم و میگه که دوست ندارم از اینجور آدمایی نیستم که به کسی آزار جنسی برسونم. فهمیدین؟ حالا این چیش عجیبه گفتن این حرف، چون که پلیس وقتی که پرونده دریک رو عمومی کرده بوده این سری جزئیات رو به مردم نگفته بوده و اینکه حالا یه بچه 13 ساله میاد میگه که آره من از این آدماش نیستم، آزار جنسی به کسی نمیرسونم، اصلا واسه چی این حرفو زدی؟ و یه جای دیگه هم مثلا اریک اینجوری وسط مصاحبه قاطی میکنه به سمت افسری که داشته ازش مصاحبه میکنه، اینجوری تاق میزنه رو میز میگه تو فکر میکنی من کشتمش؟ آره؟ چرا باید انقدر عصبی بشی؟ و خب اینجا واقعا پلیسا دیگه خیلی شک کرده بودن و مطمئن بودن، قتل که اصلا به هیچ عنوان، مطمئن بودن که اریک شاهد اون صحنه بوده و همه این رفتارها به خاطر اینه که ترسیده و اینا واکنش‌های عصبی اون شاهد بودنشه، نه اینکه حالا صرفا قتلی انجام داده باشه. در طی این چند روز تحقیقات الان میخوام اینو واسهتون بگم که به نظرم عجیب ترین بوده تو این سری حرکاتی که تا حالا اریک انجام داده این بوده که میرفته پیش بزرگسالا و آدم بزرگا اینجوری بوده بهشون که اگه قاتلی بچه بوده باشه مجازاتش چجوریه، مجازاتش چقدره. حالا وسط این تحقیقات یه شب اریک تصمیم میگیره که بره خونه دوست خانوادگیشون بمونه، چون اونا هم یه پسر تقریبا همسن اریک داشتن، یه پسر 15 ساله و شبم اونجا میمونه و به تبع میره اتاق پسر خانواده جیسن میمونه، اونجا میخوابه. وسط شب یهو اریک از خواب بلند میشه و اینجوریه که بریم یه سیگار بکشیم. نه یادتون که نرفته اریک روزی یه بسته سیگار میکشیده و اینجوری داشت سیگارشو میکشیده و اینجوری بوده که حال نمیده انگار همین شکلی فقط سیگار بکشم، بیا چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیا دماغ جیسن رو بسوزونیم، فکر خوبیه جالبه. و سیگار رو میذاره روی دماغ جیسن و شروع میکنه به سوزوندن دماغ بچه و یهو از شدت سوختگی جیسن از خواب بلند میشه و خب ترسیده بوده بدبخت و نمیدونست اصلا داره چه اتفاقی میفته، دماغش حتی تاول هم میزنه. در این حد ادامه میده. اینجا واسه اینو میگم چون که ببینید اریک الان قتل رو انجام داده، اون حس قدرت، اون حس کنترل، اون حس آسیب به انسانها رو چشیده. مسلما الان چند روز از قتل دریک گذشته و این دلش میخواد دوباره اون حس ها رو تجربه کنه، بچه‌ای که انقدر خشم و عصبانیت توی وجودش هست. و خیالتون راحت اتفاقی واسه جنسن نمیفته و خب در همون حد میمونه و قتلی صورت نمیگیره خوشبختانه. با همه این رفتارهای عجیب و صحبتهای اریک یه جا دیگه خانواده‌اش تصمیم میگیرن که اریک رو تحت فشار زیاد بذارن تا بالاخره این هر چی میدونه بگه. و اینجاست که مامان و باباش، مامان بزرگ و بابا بزرگش دور هم جمع میشن و به اریک میگن که اریک ببین هر چی که میدونی و بگو. اینجا اریک تدافعی میشه حالتش و اینجوری میگه نه، عصبی میشه، میگه من کاری نکردم، چرا انقدر ازم میپرسین، مگه این همه روز دارم میگم من کاری نکردم دیگه، هرچی هم میدونستم که گفتم. ولی یهو تصمیم میگیره که به کاری که کرده اعتراف کنه. اینجاست که اریک میچرخه سمت مامانش و دقیقاً همین جمله رو میگه: مامان من انجامش دادم، مامان من خیلی یهویی انجامش دادم، مامان من متاسفم، من اون پسر کوچولو رو کشتم.
و خانواده اریک به تاب اصلا باورشون نمیشده، شوکه شده بودن. آخه اصلا فکرش هم نمیکردن، تهش حدس میزدن که اون شاهد اون اتفاق بوده، نه اینکه خودش قاتل اون قضیه بوده باشه. اینجاست که بابا بزرگ اریک که خودش کلانتر سابق بوده زنگ میزنه به پلیس و اونا میان و اریک رو میبرن به ایستگاه پلیس. اینجا اریک تصمیم میگیره یک اعترافنامه کامل واسه پلیس انجام بده، یه اعتراف کامل انجام بده و همه توی شوک بودن، شوک زده بودن که چطور میشه همچین قتل وحشتناکی رو یه بچه 13 ساله انجام داده باشه. و زمانی که وقت محاکمه اریک میرسه تقریبا 1 سال از قتل دریک گذشته بوده و اینجاست که رسانه ها در این مورد این پرونده میتازونن و کلی همه اخبار رو پوشش میدن و حتی یه لقب هم واسه اریک میذارن و به اریک لقب قاتل صورت ککمکی رو میدن و مردم شیفته این کیس بودن. خیلی واسهشون عجیب و جالب بوده که یه پرونده هم قاتلش هم مقتولش 2 تا بچه‌ن و قاتل یه بچه فقط 13 ساله است و کل دادگاه همیشه پر از دوربین بوده و این پرونده رو داشتن پوشش میدادن. گروه دفاعی اریک از این مسئله که اریک توی مدرسه بولی میشده، توی خونه مشکلات داشته، مشکلات رشد داشته، اینا رو بیان میکردن که نشون بدن که اریک خودش هم قربانیه و اینکه همه اینا رو در نظر داشته باشین که این شکلی بوده، چنین مشکلاتی داشته. میگفتن که اریک روی رفتاراش کنترلی نداشته، دست خودش نبوده، همش از افسردگی رنج میبرده و این رفتاراش به خاطر این بوده. میگفتن اون به نیکوتین اعتیاد داشته، همون که سیگار میکشیده و اینا. اونا همچنین میان میگن که اریک از یه بیماری رنج میبره به اسم اختلال انفجاری متناوب که انگار مثلا همون بوده عصبانی میشده هی و قاطی میکرده و هی این اتفاقا پشت سر هم اتفاق میافتادن. میگفتن این از این داره رنج میبره و حالا میخواستن این رو به عنوان دفاعی از اریک بیان کنن. که اینو بگن که کافی نیست، قانونی به صورت قانونی مورد قبول نبوده. اونا خود دادگاه دکترهاشون رو میفرستن که تست ها و آزمایشات لازم رو روی اریک انجام بدن و جواب آزمایش ها نشون میده که اریک هیچ گونه مشکلی نداشته، یعنی چیزی نبوده که این کارهای اریک رو توضیح بده. طول محاکمه اریک همیشه اون نگاه خالی و بی احساسش رو داشته و حتی یک لحظه هم یک بارم احساس پشیمونی و ابراز تأسف نکرده بوده. یه بار توی یکی از این روزهای محاکمه و دادگاه یک اتفاقی میفته که خیلی مردم رو بیشتر عصبانی میکنه. این بوده که یه روز که میاد دادگاه اریک لباسی پوشیده بوده که عکس یه شخصیت کارتونی که حالا واسهتون میذارم اینجا عکسشو، عکس یه شخصیت کارتونی به نام تاسمانین دیویل یا شیطان تاسمانی رو داشته. حالا چرا مردم انقدر ناراحت و عصبی شده بودن سر این قضیه؟ چون که لباسی که دریک روز قتل پوشیده بوده دقیقاً همین لباس بوده با همین شخصیت کارتونی، چون که شخصیت کارتونی مورد علاقه دریک بوده. و اینجاست که همه اینجوریان که تو چقدر انسان بدی هستی، تو چی اصلا تو سر چی میگذره، چرا این کار انجام میدی؟ و خب ببینید چقدر دردناکه واسه خود خانواده مقتول که مام بابایی ببینن این قاتل این شکلی با این لباس مورد علاقه بچه‌شون اومده و همون لباس رو تو روز قتل پوشیده بوده. همه اینا خیلی من نمیفهمم چرا گروه دفاعیش اصلا به این چیزا توجه نداشتن که حالا نذارن این اتفاق بیفته. توی حین محاکمه اریک همش ازش میخواستن بپرسن که خب دلیل تو واسه قتل چی بوده، چرا میخواستی دریک رو بکشی؟ و خب اریک میگه که من نمیخواستم دریک رو بکشم، یعنی صرفا هر کس دیگه ای بود من این کارو میکردم، من فقط میخواستم اون خشم و عصبانیتی که داشتم رو روی یه انسانی خالی کنم. یادتون میاد بهتون گفتم میخواسته قربانی خودش رو داشته باشه و دیگه قربانی اون آزارگری ها و بولیگری هایی نباشه که واسش انجام میشده. میخواسته این دفعه خودش قربانی خودش رو داشته باشه و از شانس بعد دریک اون روز سر راهش بوده. اریک رو گناهکار اعلام میکنن و بهش عنوان قتل درجه دوم رو میدن و محکومش میکنن به 9 سال زندان با امکان آزادی مشروط. فقط 9 سال. و من فکر میکنم به خاطر این بوده باشه که اریک این قتل رو توی سن بسیار پایینی انجام داده باشه. اریک رو میفرستن به یه مرکز نگهداری نوجوانان تا وقتی که اریک برسه به سن 21 سال تا بعدش بفرستنش به یه زندان بزرگسالان. و بعد توی سال 2004 وقتی که اریک 24 ساله بوده و 11 سال رو توی زندان گذرونده بوده تقاضای آزادی مشروط میده. تو این درخواستش افسر آزادی مشروطش میاد سراغش و اعترافاتش رو میخواد بگیره و اینجاست که اریک یک سری اعترافات دیگه ای میکنه که بازم خیلی شوکه کننده است. اون میگه که وقتی که داشته دریک رو به قتل میرسونده از اون پروسه قتل بسیار لذت برده و این قضیه ارضاش کرده و عشق و حال میکرده با این قضیه. عوضی
و میگه که اگه من دستگیر نمیشدم دوباره به این قتل دست میزدم و دوباره یک نفر دیگر رو قربانی میکردم. و میفهمی داره چی میگه که من اگه دستگیر نمیشدم رسما یه قاتل سریالی امکان بوده باشه اریک. خب به تبع مسلمه که اینجا درخواست آزادی مشروطش رد میشه. ولی خب اریک میتونسته هر 2 سال یک بار این درخواست آزادی مشروط رو بده و این خیلی واسه خانواده مقتول ناراحت کننده است. یعنی خانواده دریک هر 2 سال یه بار باید منتظر بودن و میشستن که یه وقت قاتل بچهشون از زندان آزاد نشه و باید واسه این قضیه هی تلاش میکردن و انگار دوباره اون خاطرات رو باید مرور میکردن و دوباره ناراحت میشدن. 2 سال بعد دوباره درخواست میده و دوباره درخواستش رد میشه. 2 سال بعد هم به همین منوال دوباره درخواست میده و درخواستش رد میشه. توی این حین این چند سال اریک مصاحبه تلویزیونی هم انجام میده و اونجا میگه که من عوض شدم، من خیلی متاسفم، ولی خب بازم اون سال درخواست آزادی مشروطش رد میشه. حالا که داریم به آزادی و درخواست آزادی اریک اشاره میکنیم، خیلی خوبه که الان بریم سراغ یه پرونده دیگه، پرونده جیمز بولجر. این پرونده هم دقیقا مثل پرونده اریکه و قاتل و مقتول بچه سال هستن. قاتلین 2 فرد 10 ساله هستن و مقتول یک بچه 2 ساله. قاتلین این پرونده 2 فرد بودن به اسم جان ونبالز و روبرت تامسون که هر دوتاشون بعد از این قتل میافتن زندان و فقط بعد از 8 سال آزاد میشن. فقط 8 سال. وقتی هم آزاد میشن هر دوتاشون 2 هویت کاملا متفاوت میگیرن تا بتونن دوباره زندگیشون رو با این هویت‌های جدیدشون از نو آغاز کنن و روند زندگی هر دوتاشون کاملا 180 درجه با هم فرق میکرده. جوری که رابرت زندگی کرده و جوری که جان زندگی کرده. اول بریم سراغ رابرت. وقتی که آزاد شد دیگه نرفت سراغ اون کار، دیگه با قانون درگیر نشد، سرش انداخت زمین و به زندگیش ادامه داد و دیگه هم تا اونجا که ما می‌دونیم با قانون درگیر نشده. حالا بریم سراغ جان. جان وقتی که از زندان آزاد میشه کاملا یک روند زندگی متفاوت از رابرت رو پیش میگیره. اون چندین و چند بار با قانون درگیر میشه، میفته زندان و جرمایی که انجام داده به نظرتون چی بوده؟ جرمایی که جان انجام میداده همشون هول و هوش مسائل جنسی کودکان میگذره تا اونجایی هم که الان میدونیم داخل زندانه و آخرین باری که دستگیر میشه به نظرتون چی همراه خودش داشته؟ یه کتاب که خدایا من دلم میخواد برگردم به اون دورانی که هنوز نمیدونستم این چیه. یه کتاب داشته همراه خودش، یه جوری یه دفترچه راهنما از بازم نمیتونم این کلمه رو بگم، فکر می‌کنم یوتیوب بهم گیر بده، از بچه‌بازی، این که چجوری بچه‌ها رو گول بزنیم، چیکار کنیم بهمون اعتماد کنن که بعد بتونیم بهشون آزار برسونیم و ازشون استفاده کنیم و بعد مراحلی که چجوری از زیر این قضیه در بریم وقتی این کارو کردیم. یه همچین کتابی هست. من واقعا متاسفم واسه اینکه اینو دارم بهتون میگم. و علاوه بر این کتاب چیز دیگه هم که پیدا میکنن 1200 تا عکس نامناسب از کودکان بوده که من اینجا واسه همین پرونده جیمز رو باز کردم که بگم که اگه این افراد مجرم که با اینکه سنشون پایین آزاد بشن ممکنه مثل جان رفتار کنن در آینده و چنین رفتارهایی رو انجام بدن. برگردیم به پرونده اریک. در اکتبر سال 2021 بالاخره بعد از چندین بار تلاش اریک برای درخواست آزادی مشروط وقتی که 41 سالش بوده درخواست آزادی مشروطش این دفعه قبول میشه و در فوریه سال 2022 اریک از زندان آزاد میشه. تا اونجایی هم که میدونیم اریک الان داخل یه شهر داخل نیویورک زندگی میکنه، زندگی عادی خودش رو داره فعلا و داره به زندگیش ادامه میده. و یه چیزی هم که هست گفته بوده که من میخوام واسه یه مشاور کودکانی کار کنم که بولی میشن و خب به نظرم واقعا اریک نباید واسه کودکان کار کنه، نباید مسیرش بخوره به بچه ها و من واقعا امیدوارم که اریک هم مثل رابرت یک مسیر زندگی خوب رو پیش ببره، دیگه با قانون درگیر نشه و به کسی آسیب نرسونه. به امید این اتفاق، چون که واقعا با چیزهایی که گفته و چیزهایی که از اریک میدونیم احتمالش کمه، ولی خب میتونیم امیدوار باشیم. و من میخوام این پرونده رو با یاد و خاطره دریک تموم کنم و بیاین در موردش صحبت کنیم، چون که مامان دریک گفته که متاسفانه وقتی که دادگاه برگزار میشده نمیذاشتن زیاد در مورد دریک صحبت کنه، واسه همین اینجا بیاین با صحبت در مورد دریک این پرونده رو ببندیم.
دریک بچه پرشور و پرهیجان و دلسوز بوده. اون عاشق این بوده که با خانواده‌اش وقت بگذرونه. همیشه دوست داشته عضو یه اجتماع باشه. عاشق ورزش کردن بوده، مخصوصا ورزش تیبال. یه قلب بزرگ داشته و همیشه کلی عشق داشته که به افراد بده. این بچه انقدر با اعتماد به نفس و خوشرو بوده که میشسته مثلا یه گوشه شهر رو واسه مردم دست تکون میداده و همیشه اون رو به عنوان شهردار کوچولوی ساوانا یاد میکردن. دریک بچه شیرین و دوست داشتنی 4 ساله بوده که متاسفانه دنیا بهش این اجازه رو نمیده که زندگی رو ادامه بده و توی 4 سالگی به طرز خیلی غم‌انگیزی کشته میشه و امیدوارم که روحش در آرامش باشه. یه چیز خوب دیگه آخرین پرونده بگم و این پرونده رو ببندم و اونم اینه که توی سال 1993 همون سالی که به قتل میرسه دریک، بابا بزرگ اریک و افراد و داوطلبا میان همون صحنه جرمی که دریک داخلش به قتل رسونده بوده رو با بولدوزر صاف میکنن و داخلش یه زمین بازی میسازن. در سال 2022 هم یه مجسمه به یاد و خاطره دریک روبروی اون زمین بازی که میسازن ساخته میشه. یه جوری که انگار داره بچه‌ها رو نگاه میکنه که دارن بازی میکنن. مامانش دورن میگه که من خیلی خوشحالم که دریک تنها فردیه که توی شهر یه مجسمه داره و انگار مثلا به یاد اون میفته که دریک فرد مهم همیشه توی جامعه بوده و یه جوری شهردار کوچولو بوده. یه جوری اینو واسش تداعی میکنه و امیدوارم که بازم روح دریک در آرامش باشه، خانواده‌اش هم بتونن به آرامش نسبی برسن. اینم از پرونده امروز. تمام اطلاعاتی که من به دست آورده بودم این بود. اگه شما هم چیزی در مورد این پرونده میدونین اضافه کنین، نظراتتون و تئوریاتون هم که دارین واسم بنویسین، خوشحال میشم و اینکه ممنونم که منو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. 50 دقیقه زراجی کردم. وای باورم نمیشه.